مژده ز هفت آسمان موسم عفو ما رسید. بین که نسیم جان وزد بر خونکای روح زار. عطر تلاوت و دعا داده به جان بوی خدا. عطر تلاوت و دعا داده به جان بوی. شما بخیر عزیزان. طرز تهیه گلکرم در تفتون. گلکرم رو نمک زده 5 دقیقه میجوشونیم. تا این زمان соус آماده میکنیم. 2 دانه تخم، نمک و ادویه وابسته به خواهش هر چی که خودتون دوست می‌دارید الوه کنید. 5 قاشق مایونز و 5 قاشق روغن رستنی. همه رو خوب آمیخته میکنیم. گلکرم های پخته شده رو با لاله مناسب میگیریم و соусمون رو که خوب آمیخته کردیم از رویش میریزیم. پنیر رو رنده میکنیم. پنیر باید به مقداری باشد که پورا روی گلکرم رو پوشاند و گلکرم رو به تفتون به مدتی 15-20 دقیقه در حرارت 200 درجه میگذاریم. خب گلکرم خوشرنگ و خوشمزه و از همه مهم فایده‌ناک که ما آماده شد. امیدوارم پسندتان میآید. نوش جان.